بسم الله الرحمن الرحیم. یه بنده خدایی بود، این تو جوونیش اومد گفت من میخوام دنیا رو تغییر بدم. بعد خیلی هم تلاش کرد، رفت جنگید دنیا رو عوض کنه. دیداجی نمیشه. گفت بیام قاره‌مون رو تغییر بدم. گفت خب زورم به جهان که نرسید، بیام قاره رو درست کنم. دوباره تلاش. گفت نشد. یه خورده اومد جلوتر، گفتش که خب بیام حداقل کشورم رو درست کنم دیگه. دوباره تلاش. نه نمیشه. بیام استان و ایالتم رو درست کنم. تلاش. نشد. بابا بیام شهرمو، بیام محلمو، بیام کوچه‌مو. باشه اوکی، زورم بهشون نرسید، خونمو درست کنم. بازم نه. زنمو درست کنم دیگه، بچه‌مو. چیا؟ همه تلاششو کرد، دید زورش به هیچ کدوم نمیرسه. اونجا بود که فهمید باید خودش رو درست کنه. داستان ما اینجاست. ماها از بچگیمون فقط خواستیم بیایم عوامل بیرونی رو تغییر بدیم تا بلکه احساس خوشبختی و رضایت داشته باشیم. شغلم عوض کنم، درآمدمو بیشتر کنم، فلان کارا رو بکنم، برم توی رابطه‌ای اینجوری بشه، اونجوری بشه که من احساس خوشبختی بکنم. عوامل بیرونی رو میخوام درست کنم. عوامل بیرونی چیه؟ سوال: مگه تو همین عوامل بیرونی خیلی خوشبخت نیستن؟ خیلی احساس خوشبختی ندارن؟ مگه تو همین عوامل بیرونی، یه لحظه وایسا، یه جمله بارها گفتم بازم میگم، پوزیشنی که الان تو توش قرار داری و داری زندگی میکنی آرزوی خیلی آساجی. همین پوزیشنی که تو داری میگی ای بابا چقدر کمه، ای کاش درآمدم بیشتر بود، ای کاش کارم بهتر بود، ای کاش، همه ای کاشا رو بردار، پوزیشن فعلی تو بذار، آرزوی خیلی است. پس ما دنبال چیم تو بیرون؟ همه چی درونه. اهرام ثلاثه مصر رو دیدین؟ میگه تو از هر جایی که تکه میدی از همونجا میفتی دیگه. اهرام ثلاثه مصر تکش کجاست؟ تو. تمام فشار به توه. تو خیلی استواره. بیرون همه چی عوض میشه. الان روزه، 4 ساعت دیگه شب میشه. الان هوا گرمه، 3 ماه دیگه سرد میشه. همه چی تو بیرون داره عوض میشه، ولی تو همیشه میتونه ثابت بشه. و ماها داریم میجنگیم که دنیای پرآشوب بیرون رو به یه ثباتی برسونیم، در صورتی که میتونیم درون خودمون رو به اون ثبات برسونیم و کیفش رو ببریم. داستان چیه حاجی؟ اول اینکه ما قرار راجع به عزت نفس، اعتماد به نفس و سلف لاف صحبت کنیم تو این دوره‌ای که شروع کردیم و ادامه میدیم. این سه تا چی ان و به چه دردی از ما میخورن؟ حاجی همه آدم‌ها روی کره زمین صبح تا شب دارن کار میکنن. نتیجه زندگی همشون یکیه؟ نه. یکی خیلی کار میکنه درآمدش کمه، یکی کم کار میکنه درآمدش زیاده. چرا؟ آدم فرق میکنه. چیه آدم فرق میکنه؟ افکار آدم فرق میکنه، نگاهش به زندگیش، به خودش، به دنیاش فرق میکنه، خروجیش به خاطر اونه که عوض میشه. یعنی همه دارن کار میکنن، چرا نتیجه ها یکی نیست؟ اول یه نکته بهتون تبریک میگم که امروز اینجایید، چون همین یه قدم بزرگ بوده. خیلی امروز اینجا نیستن. ببین همین که شما واسه خودتون یه قدم برداشتید اومدید توی جلسه نشستید، همین خودش قدم بزرگیه و بهتون تبریک میگم. هر چقدر این ادامه پیدا کنه این قدم بزرگتر میشه و تبریک هم بزرگتر میشه، که تبریک به خودتونه در واقع، چون عوض میشید حاجی. تو الان یه کاراکتری اومدی تو این جلسه، خروجی این جلسه مطمئن باشه آدم دیگه میره بیرون، شک نکن. فرق میکنی. چی میشه که فرق میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم به یه داستان.
همه آدما فکر میکنن اعتماد به نفس، عزت نفس و سلف لاو اینجوریه که من برم یه سری دستاورد به دست بیارم، اون موقع حالم خوبه. من برم اینو اضافه کنم، اینو اضافه کنم، اینو اضافه کنم، اینو اضافه کنم، اون موقع احساس خوشبختی و رضایت میکنم. من برم فلان کار رو یاد بگیرم، فلان درآمد رو اضافه کنم، اون موقع حالم بهتره. بچه‌ها بازیش برعکسه. تو باید کم کنی نه اضافه. ببخشید اونی که خونه داره، ماشین داره، فلان داره، فلان داره، فلان، همه اینا رو داره که تو میخوای بهش برسی، خب قبلا اینا رو داشته؟ نه. چیکار کرده که اونا رو به دست آورده؟ اول خودش رو ساخته، بعد رفته اونا رو به دست آورده. ما میخوایم اونا رو به دست بیاریم بعد خودمون رو بسازیم. از آخر داریم میایم اول. اولش یه چیز دیگه است. اولش چیه؟ بسم الله. عزت نفس و سلف لاف. اعتماد به نفس، خودباوری. خودباوری یعنی چی؟ یه موضوع. همه ماها یه سری افکار تو سرمون داریم که صبح تا شب داره باهامون صحبت میکنه. همه دارید دیگه. میاد حرف میزنه. یعنی چشاتو که باز میکنی صبح، این داره حرف میزنه. میری مسواک داری میزنی، این داره حرف میزنه. نشستی سر سفره صبحونه، این داره حرف میزنه. تو تاکسی بری سر کار، این داره حرف میزنه. این حرف میزنه. بعد واسه یه سری آدما انقدر این حرف میزنه میبرتشون بالای یه ساختمان 10 طبقه، حرف میزنه. میگه بپر و اون گوش میکنه میپره و اون داره حرف میزنه. اون کیه؟ اون تویی؟ خیلی فکر میکنم اون اینه. یعنی من اون حرفم، من اون صدام. تو اون نیستی. تو چند نفری؟ یعنی چی تا داری گممون میکنی؟ نه صبر کن، تا گم نشی پیدا نمیشی. ما یه سری افکار داریم که فکر میکنیم اون افکار ماست. نیست. ماها انسان یک پله بالاتر از فکره. ماها ناظر بر افکارمونیم. این افکارت، تو اینجایی. حالا تو میتونی اجازه بدی سطح خودت از اون افکارت بیاد پایین و افکارت رو تسلط داشته باشه، میتونی نه یه کار دیگه بکنی. یعنی چی؟ بسم الله. من میرم با رفیقم پارک. میرم پارک. 2 نفر آدم رفتیم پارک. توی اون پارک یه سری صحبت ها با هم دیگه میکنیم. حالا چطوره؟ خوبی؟ چیکار میکنیم؟ اون میگه. یه مراوداتی داریم و یه ارتباطی با هم دیگه داریم. میزان ارتباط من با رفیقم توی پارک کیفیت اون رابطه رو برقرار میکنه دیگه. کیفیت رو نشون میده. اگه من با رفیقم برم پای صبح تا شب حرف بد بزنم، حال خودم خراب کنم، حال اون رو خراب کنم، شب جفتمون با حال بد بریم خونمون، کیفیت اون رابطه کیفیت خوبی نیست. درسته؟ حالا فرض کن تو تنهایی میری پارک. تنها رفتی پارک؟ نه. تو با افکارت رفتی پارک. سوال، رابطت با افکارت چجوریه وقتی میرید پارک؟ چه صحبتایی با هم میکنی تو پارک؟ یه رابطه با کیفیت داری با خودت؟ رابطه با کیفیت داری با خودت؟ سوال، وقتی تو رابطه با کیفیت با خودت نداری، چه انتظار داری بقیه رابطه با کیفیت با تو داشته باشن؟ تو وقتی خودت به خودت احترام نمیذاری، چه انتظاری داری بقیه بهت احترام بذارن؟ تو وقتی خودت رو دوست نداری، چه انتظاری داری بقیه دوستت داشته باشن؟ تو وقتی خودت به حرفای خودت گوش نمی‌کنی، چه انتظاری داری بقیه به حرفای تو گوش بکنن؟ حاجی، مهمترین رابطه ماها تو زندگیمون رابطه‌مون با خودمونه. با خودمون. چقدر با خودتون تو صلحید؟ چقدر خودتون رو دوست دارید؟ خودم رو دوست ندارم. چرا؟ چون فلان اخلاق بدو دارم. در نتیجه اون اخلاق رو ترک کنم تا خودم رو دوست داشته باشم؟ نه. تو با اون اخلاق بده خودت رو دوست داشته باش. من بدنم رو دوست ندارم، میرم باشگاه. چرا؟ چون بدنم رو دوست ندارم. نه. بدنت رو دوست داشته باش و از روی عشق برو باشگاه، نه از روی نفرت. خیلی این دوتا با هم فرق میکنه. فعل باشگاه رفتن ها، ولی این باشگاه رفتن با اون باشگاه رفتن کلی فرق میکنه. برگردیم. خودتون به خودتون چه نگاهی دارید؟ خودتون رو چقدر قبول دارید؟ خودتون رو چقدر باور دارید؟ مکالمه خودتون با خودتون چجوریه؟ ناظر فکرتی؟
داری یه سری افکار داری، کیفیت این افکار چجوریه؟ من نمیگم دهن این افکار تو ببند و خاموشش کن. این افکار چیه؟ اول بیم راجع به این صحبت کنیم. این افکار چیه؟ هممون یه سری فکر داریم تو کلامون دیگه، این حرف میزنه. نه کجا اومد؟ از اون موقعی که مامان بابامون تصمیم گرفتن ما رو به دنیا بیارن این شکل گرفته. اومدیم تو جامعه، خانواده صحبت کردن، رفتیم مدرسه، اون فکر تمام ورودی ها و دیتای مغز ماست. تمام دیتا ورودی مغز ماست، از بدو تولدمون، نه از قبل اون تا الان، از طریق خانواده، جامعه، رسانه و همه این داستان شده یه دیتایی. وظیفه مغز چیه؟ بقا. یه دیتایی گرفته و وظیفش بقای منه. چی کار میکنه؟ منو میترسونه، منو نگه میداره یه گوشه. این کارا رو نکنی یا خطرناکه. چرا؟ فلانی کرده اینجوری شده. او اون کارا رو نکنی یا چرا؟ اینجوری بود قبلا، اونجوری فلان شده، این شده. دیتا از کجا اومده؟ چند درصد دیتایی توی مغز ما درسته؟ میگم 98%ش اشتباه. این دیتا اومده. دیتا پول کمه، از اول شنیدیم دیگه. دیتا آدمای فقیر آدمای خوبی ان، آدمای ثروتمند آدمای بدی ان. هممون داشتیم اینو. هر کی بگه نداشتیم، من میگم برو صدا سیمای جمهوری اسلامی رو نگاه کن، نه جمهوری اسلامی، کل دنیا. میبینی تو تلویزیون آدم بدا معمولاً خیلی پول دارن، خیلی خفن، لاکچری، و صبح تا شب خونهشون دعواه، پسر شیشه میکشه با دماغ مثلا کوکائینی میاد خونه. بعد یه خانواده‌ای هم هست که علی صادقی معمولاً تو خانواده ها هست، خیلی شادن، هندونه میارن میندازن تو حوض با هم دیگه میخورن و همون پول هندونه رو فقط دارن و اونا آدمای خوبی هن. چند تا از این فیلم ها دیدیم. این شده دیتای من. خب معلومه مغزم من قبول نمیکنه من برام پول در بیارم. معلومه مغز من میگه آقا نه، آدم خوبا آدم بدا پول در میارن. خب من آدم خوبیم پس کم باید پول در بیارم. این یه دیتا. 100 تا دیتای دیگه. این کار نکن خطرناکه. این اینجوریه، اون اونجوریه. من چی میشم؟ من تو زندگیم یاد نمیگیرم تجربه کنم حاجی. آقا چند سال زنده ایم؟ کسی میدونه 5 دقیقه دیگه زنده است یا نه؟ کسی اینجا تضمین به من میکنه که 5 دقیقه دیگه زنده است یا نه؟ هیچکی نمیدونه. شاید همین الان آب دهن من به جای اینکه برم تو گلوم بره تو نایم، همینجا بمیرم. همینقدر ساده. ممکنه این پام به اون پام گیر کنه، برم کلم بخوره اون گوشه بمیرم. 5 دقیقه دیگه‌مو نمیدونم. ما یه تایمی زنده ایم. حالا تو این تایم زنده بودنمون دو راه داریم. یا زنده بمونیم یا زندگی کنیم. زنده بمونیم یا زندگی کنیم. فرق این دوتا چیه؟ یارو صبح بیدار میشه، ای بابا گشنمه، برم سر کار پول در بیارم، پولمو نون بخرم، نونمو بخورم. فقط میخواد زنده بمونه. تو بقای گیر کرده، کف هرم گیر کرده. بقا. یکی دنبال زندگی کردنه. صبح بیدار میشه، آی جانم امروز من دوباره فرصت زندگی کردن دارم. ایول 4 تا رفیق دارم. ایول کار دارم، میتونم برم سر کار. ایول میتونم پول در بیارم. ایول امروز میتونم 4 تا چیز جدید یاد بگیرم. شوق داره واسه زیستن حاجی، شوق داره واسه زیستن، واسه زندگی داره میکنه، زنده نیست. چی میشه حاجی؟ برگردیم به داستان اصلیمون. سلف لاو، عزت نفس، اعتماد به نفس. خودتو چجوری میبینی؟ یه سوال شده تا حالا دارید تو خونتون راه میرید، تو خیابون راه میرید، یا آینه مثلا بغلتون، یا آینه است اینجوری نگاه میکنید، چه ریاکشنی داری وقتی خودتو توی آینه به صورت رهگذری میبینی؟ رد میشی؟ یا برمیگردی؟ چه خوش تیپی؟ میکنید این کارها؟ بکنید این کارها. کیفیت خودت با خودت چجوریه؟ 4 تا سوال میخوام بپرسم، به این 4 تا سوال فکر کنید. سوال اول، تو جمع خودتی؟ یعنی تو هر جمعی که میشینی، تو جمع خانوادگی، تو جمع همکارا، تو جمع رفاقتی، خودتی یا با 1000 تا سانسور اونجا میشینی؟
خود واقعیتی؟ سوال دوم، چقدر خودت رو مقایسه میکنی تو طول روزت و تو طول زندگیت؟ یه طرف میبینی این از من 2 سال کوچیک‌تره، ماشین داره من ندارم. اون از من 6 ماه کوچیک‌تره، کارش هم من حرفه‌ای‌تره. ای بابا، ای کاش من فلان موقع تو فلان جمع فلان حرفه رو نمیزدم. ای کاش من فلان موقع فلان کاره رو نمیکردم. ای کاش ای کاش ای کاش ای کاش، پر از ای کاش. کی؟ آدمی که خودش رو دوست نداره. سوال سوم، کسی که الان هستی رو، همین چیزی که الان هستی، همین با تمام نقاط مثبت و منفی، دوست داری یا نداری؟ چقدر همین رو دوست داری؟ همین، بدون هیچ نمک ترشی و اضافه ای، همین. سوال آخر، از 0 تا 100 خودتو چند تا دوست داری؟ به این 4 تا سوال فکر کنید و جواب بدید بچه. سلف لاو چیست؟ خیلی تعریف‌های عجیب غریبی داره که اینجوری کاری نداریم. خلاصه رفاقت با خودت رفیقی؟ با خودت رفیقی حاجی؟ خدایی؟ شب به شب که میری خونه‌تون میزنی رو شونه خودت میگی داش دمت گرم امروز ترکوندی. صبح که بیدار میشی کیف میکنی از اینکه با رفیق. ببین تنهایی میری بیرون، حال اصلا تنهایی میری بیرون، چرا اینجوری بگم، تنهایی میری بیرون یا دنبال پر کردن یه چیزی هستی، 2 دقیقه تنها میشی، آهنگ گوش کنم صدا خودمو نشنوم، زنگ بزنم فلانی بیا، تنها نمونی. با خودت چقدر رفیقی؟ سلف یعنی رفاقت به خود، اتکا به تو. و حاجی تو اگر با خودت رفیق باشی، تو اگر چقدر خواستی یه کاری رو شروع کنی، یه حرکتی تو زندگیت بزنی، سر این که یه رفیق و پایه نداشتی اون کارا رو نکردی. باشگاه فلان هزار تا داستانه، همکاری، شغل، بیزینس و یه پایه باشه یه کاری بکنیم. نکته، تو اگه با خودت رفیق بشی ها. رفیق یعنی چی؟ تمام شرایط بدت هست و میگه اوکی برو جلو. حالت داغونه، میری پیشش حالتو خوب میکنه. میخوای یه حرکتی بکنی، کمکت میکنه اون حرکت ها راحت‌تر انجام بدی. اگه با خودت رفیق باشی دنیا رو میتونی تکون بدی. کی؟ وقتی با خودت رفیق باشی. رفاقت از کجا میاد؟ من میگم آقا رفیق اوکی، اصلا عاشق خودت باشی. عشق از کجا میاد؟ عشق از شناخت ایجاد میشه. بگم هنوز خودمون رو نمیشناسیم، باورتون میشه؟ نمیشناسید خودتون. میرسیم بهش قشنگ میریم تو خودشناسی، تو این چند جلسه اصلا پراتون میریزه. مثلا من اینقدر آپشن داشتم، من چی؟ اصلا جسم خودتو میشناسی؟ تو میدونی چه موجود خارق العاده و منحصر به فردی هستی؟ مثلا خودت مثلا میدونی اینا، رفتی تحقیق کنی که تو این بدن من که صبح به صبح دارم بیدار میشم، شب به شب میخوابم، غذا میخورم، چه مکانیزمی داره صورت میگیره؟ تو این مغز من چه اتفاقایی داره میفته؟ خودمون رو نمیشناسیم. خب طبیعی هم هست که عاشق خودمون نباشیم. یه شناختی نسبت به خودمون داریم همونی که از بچگی گذاشتن تو سرمون که چی؟ تو زمانی که این شناخت است که خیلی بده، تو زمانی که کارهای خوب میکنی و کارهایی که ما دوست داریم انجام میدی، پسر خوبی هستی و ما دوستت داریم. ولی زمانی که کار اشتباه میکنی خیلی پسر بدی هستی، ما دیگه دوستت نداریم. این چیزو جامعه از بچگی گذاشته تومون دیگه، تو خانواده بوده، تو مدرسه بوده، بعدن تو جامعه همه جا بوده. این شناختیه که ما از خودمون داریم، ولی این شناخت کلا غلطه. یعنی چی من تا زمانی که کار خوب انجام میدم خودمو دوست داشته باشم، هر موقع کار بد انجام میدم خودمو دوست نداشته باشم؟ من باید تو هر حالتی خودمو دوست داشته باشم. من نمیتونم خودمو نصف کنم که من این خصوصیات اخلاقی بدو دارم، اینجامو دوست ندارم، من این خصوصیات اخلاقی خوب دارم، اینا رو دوست دارم. نه، من همشو با هم دوست دارم. من خودمو دوست دارم. وقتی تو خودتو دوست داشته باشی چی کار میکنی با خودت؟ برای خودت احترام قائلی. و وقتی برای خودت احترام قائلی تو یک سری جمعا نمیری.
با یه سری آدما نمیپری، یه سری حرفا رو گوش نمیکنی، یه سری کارا رو انجام نمیدی، چون برای خودت احترام قائلی. تو وقتی سلامتیت واسط مهمه یه سری غذاها رو نمیخوری، یه سری کارا رو نمیکنی. کی؟ وقتی خودت برای خودت ارزشمند باشی. خودت برای خودت ارزشمند هستی. آدمی که خودش به خودش و توانایی‌های خودش باور داره، نظر بقیه واسش مهم نیست. چقدر نظر بقیه واسه هم مهمه؟ نظر بقیه وقتی واسش مهم نیست چه جوری کار میکنه؟ میره پشت کارش، میره پشت میزش، نه کار داره مدیره چی میگه، نه کار داره معاونه چی میگه، با هیچ چی کار نداره. کار خودش رو به بهترین نحو ممکن انجام میده و مطمئنه که اون کار دیده میشه. دیده هم نشد واسش مهم نیست، چون خودش کار خودش رو دیده. اینجور آدمان که میتره کنن. ولی ماها برعکسیم. ما میگیم بذار حالا من برم هافک رئال اونجا فیکس وایسم، بعد میرم فوتبال رو یاد میگیرم. میشه؟ نه، بذار من برم تو بارسا، تو باشگاه بارسا که پام برسه اونجا خب یاد میگیرم فوتبال رو دیگه. تو بابا تو باید یاد بگیری پات اونجا باز شه. قبل بیا از این داستانه بیا. تو باید خودت با خودت کنار بیای که بقیه با تو کنار بیان. تو باید خودت با پروژه‌ای که میزنی حال بکنی تا بقیه حال بکنن. خب خودت به خودت چه نمره‌ای میدی؟ واقعی یا عشق حاصل شناخته و کل داستان عشق صرفاً یک نگرشه و تو ذهنی میتونی این کارو بکنی. عشق چیزی نیست که از بیرون اتفاق بیفته، از درون اتفاق میفته و ذهنیه. نگاه خودت نسبت به خودت چیه؟ خودت رو چجوری میبینی؟ نگرشت نسبت به خودت و کارات چیه؟ خلاصه تا اینجای صحبت ها تو یه نفر نیستی، تو دو نفری. از این به بعد خودت رو دو نفر ببین. از این به بعد هر کدوم از ماها دو نفریم، تکیمون دوتاست. یه زحمتی بکشید بعد این جلسه، یه کاری بکنید، تنهایی خودتون برید بیرون. تنهایی برید بیرون. ببین رابطه تو با خودت بیرون چجوری. فقط تنها، نه آهنگ گوش بده، هیچ کاری نکن. خودت برو یه کافه به خودت یه دونه قهوه بده و از خودت بابت اون قهوه‌ای که به خودت دادی تشکر کن. ببین چند ساعت میاد، ببین یک کیفی میده. واسه یه سری پیشنهاد میکنم تنهایی برید مسافرت، ببین یه کیفی میده. این تنهایی که نیستی، خودت و خودت. این آدمی که از اون سفر برمیگردی با آدمی که رفتی، این دوتا فرق میکنن. مثلا یه چیز دیگه میره، یه چیز دیگه میاد. حتی یه کافش، حتی یه پارک رفتنش فرق میکنه. نگاه خودت نسبت به خودت چیه؟ خلاصه چه باوری نسبت به خودت داری؟ چه خودتو باور داری حاجی؟ نه حاجی میدونی آخه من یه سری چیزا نه خوب نیست. چی خوب نیست؟ خیلی خوبه. نه آخه اگه من قیافم اون شکلی بود، این حرف دارم، این داره حرف میزنه دیگه، میدونم دیگه، سر هممون هم هست به خدا. ولی هی کمتر میشه و خاموش میشه. خیلی راحت میاد میگه تو زشتی. من زشتم؟ چیکار کنم؟ دماغ تو عمل کن. چرا؟ عمل کن دیگه، چون اونجوری خوشگل‌تره. بعد یارو میره عمل میکنه. بعد این چرا این حرفو زد؟ چون به این گفتن رسانه که آقا استاندارد زیبایی این عکس است، هر کی شبیه این عکس است خوشگله، در غیر این صورت همه زشتن. بعد میگه خب این ذهن اومده خودش رو مقایسه کرده با اون عکسه، بعد گفته برو عمل کن. تو بدنت خیلی بد فرمه. چرا بد فرمه دیگه؟ چرا؟ چون تو استانداردهای جهانی یه عکسی رو نشون دادن، گفتن این آدم خوش بدنه، قد بلند داره، سیکس پک داره، عضله داره، فلان داره، همه باید اون شکلیشن. کی گفته؟ کی گفته؟ خودت تو همینجوری که هستی دوست داشته باش. مثلا من چیکار دارم؟ مثلا استانداردهای جهانی به من چه؟ من همینجوری دوست دارم خودم. بعد اون موقع با عشق زندگی میکنی. بعد اون موقع عشق میکنی و کار میکنی. عشق میکنی و میخوابی، عشق میکنی و بیدار میشی.
خب تا جعفری این چیزایی که داری میگی ما رو خودشیفته نمیکنه؟ تا جعفری این چیزایی که داری میگی که همون خودشیفتگیه، از خود راضی بودنه. ما همینجوری وایسام بگم من خوبم و خوشتیپم و خفنم و نه. اتفاقا فرقشون فرق بین روز و شب اینقدر با هم فرق میکنه. فرق چیه؟ فرق غرور، خودشیفتگی و امثال اینا با اعتماد به نفس و عزت نفس و سلف لاو یه صبح تا شبه. و فرقشون چیه؟ تو غرور شما اینجوری که من از بقیه بهترم، این که آدم نیست، اون که گاوه، اون که نمیفهمه، اون که خیلی زشته، من خیلی خفنم. این میشه غرور. تو سلف لاو و عزت نفس و اعتماد به نفس اینجوریه که من چیکار با بقیه دارم؟ مثلا نه از کسی بهترم نه از کسی بدترم، من خودم اوکیم با خودم، نه میخوام ثابت کنم که من از کسی بهترم، نه دنبال اینم که بقیه به من تایید بدن که من از همه بهترم یا بدترم. اصلا مهم نیست من با بقیه چرا باید خودم مقایسه کنم. من خودم رو دوست دارم. چی؟ فارغ از این که بقیه کجان، چی دارن یا چی ندارن، بالاترن یا پایینترن، من خودم رو دوست دارم. این دوتا خیلی با هم فرق میکنن. من کاری ندارم، نمیگم برو خودتو مقایسه کن با افراد مثلا پایین تر از خودت بگی او من چقدر خفنم. نه، تو خودتو مقایسه کن با 6 ماه پیش، 1 سال پیش خودت، ببین چقدر خفن تری. با 1 سال پیشت ببین چقدر دستاوردها و چیزهای بیشتری داری تو زندگیت. کسی که عزت نفس بالایی داره محتاج تایید دیگران نیست. یعنی این دنبال این نیست که بقیه میگن اوکی یا اوکی نیست، کاری نداره باهاشون. اینو پذیرفته که آقا من ریشم سیبه، گیلاس نمیدم. یعنی چی؟ یعنی بابای من اومده به من گفته تا جعفری بچه بودم برو کارمند شو، درس بخون، کنکور بده، برو کارمند یه جا شو، یه حقوق ثابتی داری یا باریکه‌ای داری، دفترچه بیمه هم داری. بعد من اومدم خود فکر کردم، گفتم منو چه کارمندی آخه اصلا. مثلا بابام خیلی خوب بودا، من نه. من اصلا امروز از صبح میخوام بیام دفتر، ساعت چند رسیدم دفتر؟ 2 ظهر، 2:30 بود. خب من توی چه اداره کار بهم نمیدن اصلا، مدل من کارمندی نیست. من میام بنا به مدل خودم یه کاریو پیدا میکنم و انجامش میدم. یه عالمه کار هست، یه عالمه بیزینس هست اصلا شب تا صبح. من آدم شب دوستیم، میام شب انجام میدم کارامو. چی میشه؟ هیچی. بابام درک میکنه این موضوع رو؟ نه، چون اون 5 صبح باید پاشه بره سر کارش. پس من نمیتونم برم اونو متقاعد کنم. میتونم؟ نه. چرا باید انرژیمو خرج این موضوع بکنم؟ چرا؟ آقا من ریشم سیبه، گیلاس نمیدم، شما آقا هر درخت میوه یه میوه‌ای میده دیگه. تو نمیتونی هلو بکاری انتظار داشته باشی خرما بهت بده که. و برعکسش تو بیا ببین خودت چی؟ تو اون شناخت از خود میرسیم تو جلسه‌های دیگه. من چه جور آدمیم؟ بنا به من چه شغلی مناسب منه؟ چه کاری مناسب منه؟ چی مناسب منه؟ بنا به من، نه بنا به عرف جامعه. که عرف جامعه میگه این مسیر خط فکری درستیه، بریم. کجا بریم؟ من ولی کار دارم. مثلا شما دارید میری جنوب گرمه، من دارم میرم شمال، خنک‌تر هواش. نه حاجی بیا بریم، شما برید من میرم اینوری. کسی عزت نفس داره اینجوریه، درگیر تایید بقیه نیست، فقط دنبال اینه که خودش با کار خودش حال کنه. من دارم این کارو میکنم، به بهترین نحو ممکن انجام میدم، به بهترین نحو ممکن کارمو انجام میدم. برای کی؟ برای خودم، نه برای بقیه. برای خودم، نه برای سابکارم نمیام اون کارا رو انجام بدم، برای خودم. اگه دارم یه تدوینی میزنم میگم آقا این قرار رزومه من بشه، چیکار دارم آقای فاضل؟ رزوممو چجوری میسازم حرفه‌ای؟ من اگه میخوام یه زنگ بزنم مال خودمم، کیف کنم از اون مشاوره‌ای که دارم میدم. طرف گرفت نگرفت. من اگه میرم سر کار یه مغازه‌ای میزنم، آقا خودم تو اون مغازه تو وهله اول حالم خوبه یا نه؟ وایسم حالا بشینم شطرنج بازی کنم تا یه مشتری بیاد یه جورابی از ما بخره. موضوع بعدی دوستان، ما کسی ها نداریم که بگیم عزت نفس و سلف لاو و اینا نداشته باشه یا داشته باشه. موضوع داشتیدنی نیست، یعنی کمی نیست، موضوع کیفیه. یعنی همه دارن، بالا پایین داره. یعنی شما بگی 0 تا 100
بعد یکی مثلا 10 تا داره، یکی 80 تا داره، یکی 50 تا داره، بعد تو طول روز و تو طول سن و اینا هی بالا پایینه، یه نوسانی داره. ما تمام تلاشمون باید این باشه که سعی کنیم اینو تو بالاترین حد ممکنش هر روز و هر شب و هر ماه و هر هفته نگه داریم. دوستان توی موضوع عزت نفس و اعتماد به نفس و سلف لاو ما با یه چیز قاطی میگیریم که آقا من باید کامل باشم تا خودم رو دوست داشته باشم. قبلا هم بهش اشاره کرده بود. من باید کامل باشم تا خودم رو دوست داشته باشم. موضوع اینجاست دوستان، همون بحث من ریشم سیب گیلاس نمیدم خودمون. همه آدم ها یه سری نقاط قوت دارن، یه سری نقاط ضعف، همشون. خب که این نقاط قوت و ضعف هم 90% با تمرین و تکرار ایجاد شده. ولی من نمیشناسم آدمی که تو همه چی پرفکت باشه، تو هر مهارتی یا نه تو هر حوزه زندگی. مثلا حالا این فرقاشون چیه؟ ببین تو حوزه زندگی یعنی مثلا تو رابطه شغلیش موفقه، تو رابطه خانوادگیش موفقه، تو رابطه اینا موفقه، تو سلامتیشو داره، همه اینا داره با هم دیگه، این شدنیه. ولی تو حوزه مهارتی میشه چی؟ من فکر نکنم مسی ویولون زدن بلد باشه، ولی ماها شاید بخوایم که همه کارا رو بلد باشیم. فکر نمی کنم چه میدونم ایلان ماسک فوتبال خیلی خوبی بتونه بازی کنه، اون پول در آوردن بلده، یا فلان کار فلان آدم و همه اینا. همه ماها یه سری نقاط قوت داریم، یه سری نقاط ضعف. عزت نفس و خودشناسی میاد میگه آقا تو آقا جعفری نقطه ضعف تو چیه، نقطه قوت تو چیه. تمرکزتو نذارین که نقطه ضعفاتو کم کنی، تمرکزتو بذار نقطه قوتاتو تقویت کنی. اگه فوتبال نقطه برتری توئه، برو فوتبالتو خفن‌تر کن، تمرین کن، تکرار کن، انجام بده، برو جلو. نقاط قوت تو. کسی که عزت نفس بالایی داره، خودشو دوست داره، اعتماد به نفس حل چالش داره. یعنی چی؟ اگه یه مشکلی واسش پیش میاد اونو حل میکنه، چالش ها رو حل میکنه، خودشو بزرگ میکنه واسه حل چالش ها. عاشق حل مسئله و چالشه. ماها دوست داریم حل مسئله و چالشو؟ چرا دوست نداریم؟ چون اون حرف میزنه، چون حرفای قشنگی نمیزنه. چرا؟ چون یه بار نشستی باش بگی سلطان حرف حساب چیه؟ چی میگی؟ نه آجی به درد نمیخوره. خب چی به درد میخوره؟ بیا با هم صحبت کنیم. ببین تو اگه اونو ول کنی بری جلو، اون میفته دنبالت. تو اگه اون حرفا رو ول کنی بری جلو، اون میفته دنبالت. یعنی اولش میگه تو زشتی و تو میگی اونم مخافن. بعد میبینی نه واقعا تو مثل این که مصمم داری یه مسیری رو میری، میفته دنبالت، همسو میشه با تو و طرز نگاه تو. بعد ببین تو با خودت تیم میشید میتره کنید، آجی. ببین تو همه حوزه ها میتره کنید ها. ای آینه جمال شاهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. مولانا دیگه چجوری میتونه اینقدر قشنگ بچینه؟ ای آینه جمال شاهی یعنی چی؟ آینه بازتاب خداییم ماها. آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست. تمام اون چیزی که بیرون ماست بیرون ما نیست، تومونه، درونمونه. در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. بابا تو همه چیزی، دنبال چی میگردی؟ خیلی از ماها، خیلی از موقعها، خیلی از آدما شاید میان درگیر عوامل بیرونی میشن که آقا تا زمانی که این مشکل تو شرایط بیرون وجود دارد من نمیتوانم کاری بکنم. تا زمانی که قیمت دلار اینجوریه من نمیتونم. چه ربطی داره؟ تو همین وضعیت دلار و سکه و فلان و بیسار این هم آدم اوج مگه نگرفتن؟ به چشم مگه ندیدین اینا رو؟ من خیلی حال میکردم موقعی که حالا این چند وقت پیش یه سری تیر ترقه بازی بود تو کشور، ما همه میومدن دفتر، انگار نه انگار. انگار این خیلی خوب بود چون عوامل بیرونی به من ربطی نداره. به من چه دنیا چه جوریه؟ من دنیای خودم رو قراره خلق بکنم، به من چه؟
من میام کارمو میکنم. خب مگه میدونم فردا زندم یا نه؟ اگه قرار بمیرم حداقل من زندگیمو بکنم. شاید نمردم ولی زندگیمو بکنم. خیلی‌ها میرن میشینن یه گوشه، چی میشه الان اینجوری میشه همینجوری. بشه یا نشه؟ مگه تو کنترلی داری روش؟ وقتی کنترل نداری چیکارش داری؟ سلف لاو، عزت نفس، اعتماد به نفس، میدونی چیکار میکنه؟ یه کاری که میخواد بکنه واسه تمرکز تو از کارهایی که هیچ کنترلی روشون نداری، تمرکز تو از کارهایی که هیچ کنترلی روشون نداری برداره بذاره رو تمام کارهایی که تو روش کنترل داری. تو میتونی قیمت دلار رو ثابت کنی؟ میتونی؟ خب نمیتونم دیگه، ولش کن. ولی میتونی درآمد دلاری داشته باشی؟ خب پس این کارو میکنم. تو میتونی آلودگی هوا رو کنترل کنی؟ فکر نکن. میتونی بری شمال؟ آره. خوب. ولی ماها برعکسیم. خودمون رو ول کردیم میخوایم بریم بیرون. جمعای خانوادگی سلام. ببین هممون تو یه سبک خانواده بزرگ شدیم، یعنی اینجا نبودیم. جمعای خانوادگی چی شده؟ فلانی فلانجا فلان اتفاقه افتاده، اینجوری شده اونجوری شده. هر کی قشنگتر بتونه غر بزنه روشنفکرتر و خفن‌تره و بیشتر تعیین. راست میگه فلانی هم که آره اینجوری شد و بحثای سیاسی مسخره. بعد میبینی حاجی اینا واقعا زندگی کردن و هنوز نفهمیدن. ظرف آجیل اونجاست، ظرف میوه اینجاست، چلو مرغ و چلو گوش رو گازه، اینا سفره پنه، بعد 4-5 تا بچه اینقدر دارن میدونن. یعنی اون آدما هیچ کدوم از اینا رو نمیبینن، دارن قیمت دلار رو میبینن. این همه زیبایی رو ول کردید رفتید اونجا، خندت کو، رقصت کو، شادیت کو، دست زدنت کو، چیکار داری میکنی با خودت؟ خب به تو چه که قیمت دلار اینقدر یا اونقدر؟ تو بشین کارتو بکن، خودتو بساز. تو یه کاری کن امروزت بهتر از دیروزت باشه. تو بیا تو مسیر زندگی خودت یه قدم بردار. تو بیا خودتو بپذیر. خودتو بپذیر. نمیگم خودتو عوض کن، خودتو بپذیر، خودتو دوست داشته باش. اعتماد به نفس و سلف لاو و عزت نفس اصلا نمیگه که باید خودتو عوض کنی تا دوست داشتنی باشی. میگه که تو دوست داشتنی هستی، تفکرت نسبت به خودتو عوض کن. همین. نگرشتو نسبت به خودت عوض کن. تو همین چیزایی که داری اوکی، یه چیز اضافه‌ای نمیخوای، مخلفات نمیخوای. ما میخوایم اضافه کنیم. فلان لباسه رو بخرم با اون لباس خفنم، فلان گوشیه رو بگیرم اون گوشیه رو اگه داشته باشم اوکی، یه ماشین خوب بگیرم تو ماشین 300 رو دارم اینجوری کار جمع شه. چه ربطی داره بابا؟ اصلا اینجوری نیست. اونا اگه قرار باشه به تو ارزش بدن، اون ارزشی که اونا ارزش اوناست، نه ارزش تو. ولی تو اگه ارزش داشته باشی با پراید هم این ور اون ور بکنی و فلانی پشت اون پراید تو نمیخوای از رو چی بشناسنت. دیدید از این آدما دیگه که اون آدمه به اون کالا ارزش میده، نه اون کالا به این آدمه. اینقدر مثال از این مثالا داریم. شامپویی که مثلا یه بازیگر خفن، یه فوتبالیست خفن تبلیغشو میکنه، اون شامپوه به واسطه اسم این آدم گنده میشه. یه برند لباس آدمه داره اون برنده رو گنده میکنه. بعد ماها میریم اون برنده رو واسه خودمون میخریم که ما گنده شیم، بگیم اونو میپوشیم. این لباس قراره به من ارزش بده؟ مگه تعریف بقیه باید به من ارزش بده؟ فلانی به من گفت خیلی بچه والیم. خب همون آدم الان خوشحال شدی؟ الان فلانی بهت گفت خیلی خفنی خوشحالی؟ خب همون آدم فردا بهت بگه خیلی ناخفنی که دوباره به هم میریزی. که چرا کنترل میدی دست اون؟ کنترل چرا دست خودت نیست؟ کنترل رای دست خودت باشه تمومه.
یعنی چی کنترل دست من؟ یعنی من خودم رو دوست دارم با همه ویژگیام، با همه ویژگیام و خصوصیاتم، با خوب و بدش، با پولی و بی پولیش، با خنده و گرگش، تو هر حالتیش، تو سختی و آسونیش. رفیق دارم با خودم، همه جا هم میاد، همه جا هم پایست، همه جا هم کنارم. بعد اون موقع ببین شارژ شدی یا میری میزنی میترکونی یا. بعد اون موقع اینایی که گفتم همش درونی بود. حالا میریم به یه قسمت دیگه. اون موقع جهان و کائنات میگه آخیش بالاخره فهمید، بالاخره فهمید، کمکش کنید. بعد جهان میفته پشتت، تو سوار موجی دیگه، میری کیف میکنی. بعد اون موقع میفهمی که جاده موفقیت آسانسور هم دارد. مثلا جهان میچینه اتفاقاتو که خوب 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 راحت همه چی رو غلطک روغن کاری شده زندگیت. اینو که شد، اونو که شد، صبح رفتم بانک، شب واممو گرفتم اومدم بیرون، چه بال. بعد همه من 6 ماه دنبال اون وامم مدارکم اصلا کامل کرد. زندگی من روغن کاریه. من ماشین ثبت نام کردم اسمم افتاد. بابا من 10 باره دارم ثبت نام میکنم. زندگی من روغن کاریه. من 10 سال دنبال کارم. من بین 4 تا کار موندم، از 4 تاشم قبول کردم، خوبه، راضیم. یک کنارش هم یه بیزینس دیگه دارم خودم راه میندازم. چه جوری میرسی؟ من روغن کاریم. من زندگیمو روغن کاری کردم. با چی؟ با رفاقت با خودم. من دیگه نمیجنگم، من انرژیمو نمیجنگم تا اونو خاموش کنم بعد برم کارامو بکنم. اون با من همسو شده. ببین همه ماها یه انرژی داریم صبح به صبح که بیدار میشیم، یه انرژی داریم. این انرژی مثل پول میمونه. تو فکر کن یه کیسه پول داری، شب تموم میشه. اینجوری میاد شب تموم میشه. این کیسه پول است، این شب تموم میشه. الان افتاده کامل تو کار. این کیسه پول است، شب تموم میشه. خب تو صبح به صبح که بیدار میشی این کیسه پول تو خرج چی میکنی؟ میری تو اکسپلور. اوکی. و مثلا اون 10% رو تو اکسپلور خرج میکنی. میری بیرون با مامانت میشین راجع به دختر عمه بلقیس که 8مین طلاق زندگیشو گرفت با قتل شوهرش، مثلا راجع اون میشینی صحبت میکنی، 8% هم اونجا خرج میکنی. بعد میری بیرون با رفیقت میشینید راجع به وضعیت نمیدونم حمله اوکراین به روسیه صحبت میکنید، 40% هم اونجا میره تو در و دیوار. بعد میای دفتر با بغل دستی راجع به اینکه فلانی فلان فلان شده، چرا فلان کاره رو نکرد و فلان و بیسار، یه 10% هم اونجا رفت. بعد انتظار داریم ما هرچی بکاری همونو برداشت میکنی دیگه. تو داری لجن میکاری، انتظار داری بهت زعفرون بار بده آخر فصل. کجا داری خرج میکنی پول تو؟ تو وقتی بری توی مغازه آدامس بخری یارو به طلا که نمیده که. بعد حالا این دوتا یه قیمتن تو این جهانه، یه قیمت داره. یعنی اون مغازه داره طلا و اون آدامسه یه قیمته. حالا تو میتونی با اون قیمت طلا رو بخری یا آدامسه رو بخری. ما آدامسه رو انتخاب میکنیم. اکسپلور. حرفای خاله زنک بازی، مسخره بازی. تو جای درست خرج کن. جای درست بشین خرج کن. پولتو درست خرج کن. فکر کن پول درست خرج کن. انرژی روزتو درست خرج کن. چرا 40 رو ما شروع کردیم؟ که انرژی درست خرج شه. صبح به صبح من بیدار شم، به جای که فکر کنم که خب من صبح که بیدار میشی داری فکر میکنی که خب اینجا کجاست، من کیم، ای بابا اونو چیکار کنم، ای اینجوری شد، ای بابا آخر ما قسط دارم، ای انرژی تو داشت اونجا خرج میکردی. بعد ما اومدیم گفتیم صبح که بیدار شدی شکرگزاری کن. و صبح بیدار میشی، بعد خدای شکر تو سلامتیم، خدای شکر. بعد این لبخنده اینجا آخه چه زندگی قشنگه، حالا قسط هم دارم، قسط هم میدم دیگه، بریم کار کنیم. قشنگ اینجوری میشه. آخه چون ستاره قطبی امروز چیا میخوام، خب اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. یه 5 دقیقه مدیتیشن کنیم. آخش انرژی تو در جای درست خرج میکنی. آقا این جهان کوه هست و فعل ما نداها رو آید صدا. آقا این فعل ماست. من وقتی شکرگزاری میکنم، آقا من دارم این ندا رو من اینا رو میخوام، من از اینای بیشتری میخوام، من احساس سپاسگزاری بیشتری میخوام، خدا احساس سپاسگزاری بیشتر به من میده.
بعد اگه من بگم قسطمو چیکار کنم، خدا چی بهم میده؟ قسطای بیشتری بهم میده. این قسط میخواد، به این قسط بدید. یه قسط دیگه، یه وام برات اوکی کنم بیشتر بری زیر قسط اش کنین. آره یه وام دیگه بهش بدید. یه 2 تا دستی بگیر از یکی، اونا زنگ بزنن برن رو مخشا، هفته یه بار زنگ بزنن بگم پول من چی شد. بعد این آدم زندگیش روغنکاری نیست دیگه، قشنگ زنگ زده میشه اون چرخ دنده‌هاش. بعد هی داره بوکس و باد میکنه زندگیشو درست کنه، نمیتواند. چرا؟ چون انداخته خودش رو توی بازی کسبی که خودش ساخته، انرژیشو جای اشتباهی خرج کرده. خب حالا ویژگی بعدام چی میشه؟ آقا تو رو ویژگی‌های مثبتت کار کن، ویژگی بعدا خودش درست میشه، خیالت راحت، اون خودش حل میشه. تو اونا درست میشه، اونا تو مسیر درست میشه، عادتهای بدت میره کنار، جایگزین میشه. آقا مثل ظرف لیوان، تو فکر کن توی لیوان آب سیاهه. خب تو وقتی بیای اینو بگیری زیر شیر آب تمیز، چه اتفاقی میفته؟ خواه ناخواه سرریز میشه، اون سیاهیا هی میره و آخر توی لیوان آب تمیز داری. یه مثالی من خیلی دوستش دارم، یک کاراکتری داریم به نام آرنولد شوارتزنگر. ببین این امام اعتماد به نفس هستن، خدایی داره واسه خودش میکنه. این یه آدمی بود توی محله فقیرنشین. بعد یه دونه از این مجله ها میبینه، تو اون مجله ها یه آدم گولاخ بدنساز حرفه‌ای بوده. نگاه میکنه میگه من میخوام برم بدنسازی. هم مسخرهش میکنم بابا تو قدت کوتاه فلانی بیسار کجا میخوای بری، این اصلا فایده نداره، من میخوام برم. قدت کوتاه نه ببخشید. حالا میره باشگاه، تمرین و قهرمان جهان میشه تو بالدی بیلدینگ. تموم میشه قهرمانیش، 1-2 سال میگیره. بعد میگه من میخوام برم بازیگر سینما شم. همه میگن دیگه برو دیگه. ببین نظر بقیه واسش مهم نبود، این خودش تعریف میکنه. همه میگن بابا دیوونه ای، بابا هالیوود یه همچین چیزایی رو میپذیره، یه همچین چیزایی رو میخواد. ولی اون به خودش اعتماد داشت، گفت من میرم و میترکونم. یه فیلم بازی کرد، گند زد. گند زدم چی شد؟ گفتن آقا تو لهجه درستی نداری، لهجت لهجه اینا نیست، چیکار کنم چیکار نکنم. فکر کرد، گفت حاجی من چیکار کردم شدم قهرمان بادی بیلدینگ؟ روزی 8 ساعت تمرین کردم، تموم شد. روزی 8 ساعت تمرین میکنم واسه لهجه‌ام. و چه اتفاقی افتاد؟ گرونترین بازیگر سینمای هالیوود شد همون آدم که اصلا این نبود رشته‌اش. بعد اومد گفت من میخوام برم تو سیاست و رفت تو سیاست. ببین خواست شد، اعتماد به نفس اینه، خواست شد. آقا من میخوام فلان کارو بکنم، میخوام میرم میکنم. من میخوام پیج بزنم، میخوام میرم میزنم. من میخوام خوب بفروشم، میخوام میرم میفروشم. همش به خواست منه. ولی که از که اعتماد به نفس نداره چی؟ من میخوام بفروشم، شروع میکنه. خواهی بفروشی؟ به کی؟ به اینا که نمیخرن؟ نه دولت نمیارزه، فایده نداره. این شروع میکنه صحبت کردن، این داره حرف میزنه. گفتیم چیکار کنیم این بره همسوشه با تو دیگه. اون میگه من میخوام میرم انجامش میدم. چرا؟ چون با خودش رفیقه، با این رفیقه، حرفای خوب دارن با هم دیگه میزنن میشنون، میره انجامش میده. بعد تو این حالت جهان میاد کمکش میکنه. تو بخوای یه کاری بکن، از آسمون و زمین واسط کمک میاد. اینقدر واسه من شده. اون میاد میگه من این کارو میخوام بکنم، اون میاد میگه آجی من اینجا میتونم کمکت بکنم، اون میاد میگه آقا من این کارا رو واسط در میارم. کی؟ وقتی تو باور داشته باشی که میشه. ولی ماها خودمون باور نداریم که میشه، بعد میخوایم چی شه؟ خب نمیشه دیگه. یه جمله معروفی بود دیگه، میگفت آقا چه شما فکر کنید که میشود، چه فکر کنید که نمیشود، در هر دو صورت شما درست فکر میکنید. چه فکر کنی که میتونی، چه فکر کنی که نمیتونی، در هر دو صورت تو داری درست فکر میکنی. در هر دو صورت تو داری درست فکر میکنی. حالا افکارت چیه؟ مانیتورینگ میکنی افکارتو؟ مدیتیشنی که ما بریم تو چله این کارو داره میکنه دیگه، مانیتورینگ میکنه. 5 دقیقه 10 دقیقه میشینم فقط نگاه میکنم به چیا دارم فکر میکنم. بعد
ببین تو 3 روز 4 روز که فکر میکنی، بعد انقدر خود مغزت میفهمه که داره به چیزای مسخره فکر میکنه، روش نمیشه دیگه به اونو فکر کنه. تو فقط 3 روز نگاش کن. ولی ماها چیکار میکنیم؟ بعضن وقتی میخوایم این جلوشو بگیریم میریم باش میجنگیم. این فکر نه، ببین بذار من به تو ثابت کنم داری اشتباه فکر میکنی. بعد اونم میگه نه ببین یادت فلان موقع. بعد تو با اون میجنگی. بعد ببین مثلا بچه دیگه لج میکنه چه جوریه، مثلا تو درستم بگی اون نمیپذیره تو داری درست میکنی، هی میری تو بحث کردن. 5 سال درگیر یه موضوعی که مثلا ذهن من الان تو این موضوع، بابا ول کن اونو، 2 دقیقه بشنو فقط چی میگه. بعد خودش میگه نه ولش کن، میره یه موضوع دیگه پیدا میکنه. بعد دوباره میاد تو مانیتورینگ وقتی میکنی میبینی این فکرم اومد. خب ولی این صدای هی کمتر و کمتر میشه و تو این حالت میای صدای جایگزین میدی. همون آدمی که صبح داشت تو سرت میخون نمیشه نکن. یه آدمی میاد جاش میگه میشه بکن. بعد اون موقع میشی توربو، یعنی یه دونه توربو شارژ داری پشتت، همینجوری به تاز برو جلو. بعد اون موقع تو دست به خاک بزنی طلا میشه. تو هر بیزینسی پا بذاری بیزینس رشد میکنه. هر کاری رو شروع کنی سرانجام داری. کیفیت زندگیت میره بالا. وقتی بپذیری لایق زندگی خوبی، نه وقتی ذهنت هنوز کلی فکت واسط میاره که نه اون که واسه از ما بهترونه، ما کجا فلانی کجا، ما کجا فلان داستان کجا، من کجا زندگی. برو بابا، مثلا تو چه فرقی میکنی؟ تو خودت باید خودتو باور کنی. چه جوری؟ گفتم تمرین دادم بازم داریم. آقا اولین کار تمرین اولو که گفتم، یه بار دیگه هم میگم، آقا بشین تمام کارهایی که از بچگیت کردی که یه روزی واسه اونا آرزو داشتی که بتونی انجامشون بدی و امروز انجام دادی. ببین هممون 1000 تا از اینا داریم که یه عالمه کاری که آرزومون بوده انجام بدیم ولی انجام دادیم. اینا رو بنویس. 2 تنهایی یه بیرون داشته باش با خودت. میخوای تنهایی برو مسافرت، تنهایی برو کافه، یه تنهایی که تنهایی نیستی، 2 نفر هستی خودت برید بیرون. کسی اینجا تنهایی رفته که قدیمی ها رفتن؟ تنهایی بیرون رفتن رو کسی از تجربه نکرده باشه؟ اوکی. تنهایی برید بیرون کیف کنید با خودتون. یعنی بیرون نه که فقط برید مثلا تو خونه ها، نه برید بیرون. قشنگ بگید آقا تا من امروز تو رو میخوام ببرم یه کافه با هم بشینیم یه قهوه بخوریم، مهمون من، عشق کنید با هم دیگه. هیچ. تمرین سوم، همه ماها یه کار نیمه تموم داریم تو زندگیمون. ولش کن. همه ماها یه کاری داریم که هنوز شروع نکردیم، چند وقته میخوایم شروع کنیم، ای داریم پشت گوش میندازیم، ای امروز فردا میکنیم و فلان میسا. یه قدم اول من میخوام از شما که بردارید. یه کاری رو شروع کنید. یه کاری که چند وقت مدام درگیرشید که این کارا رو بکنم نکنم، چی میشه چی نمیشه، اون رو انجام بدید. هممون همیشه داریم یه دونه از این قدم اولو و موضوع اینجاست دوستان. درست و غلطش مهم نیست. انجام دادنشه که مهمه. اگه غلط باشه تجربه کسب کردی، اگه درست باشه که خب حل دیگه. یه کاری رو انجام بدید. قدم اول رو بردارید. من جلسه قبلی عزت نفسم یه قدم اول برداشتم، یه دونه مثلا یه بار گنده ای از رو دوشم برداشته شد، یه کار رو هی داشتم روز فردا میکردم. قدم اول یه کاری رو بردارید و نگران هیچ موضوع دیگه نباشید. دوباره تبریک بهتون میگم که تو این جلسه بودید بچه‌ها. این جلسه اول بود صرفاً معرفی داستان سلف لاو بود و عزت نفس و خودشناسی. از جلسات بعدی میریم توی کودک درون، خود روانشناسیش میخوایم بکنیم داستانو، خیلی کثیفش میخوایم بکنیم داستانو، و خودشناسی. یه خورده بریم با خودمون آشناشیم، بریم با اون طه جعفری آشناشیم، بریم با اون کاراکترهای درونی همتون آشنا بشیم، ببینیم چیه تومون. بعد با اون شناخته حتی بریم توی جسممون که آقا من طه جعفری که به همین راحتی صبح بیدار میشم، چه اتفاقی تو بدن من میفته که صبح بیدار میشم،
چرا بابت همین شوک گذاشت؟ همین نفس کشیدنم. مثلا یه نمونهشو بخوام براتون بزنم بچه‌ها، ما قلب ما داره خون پمپاژ میکنه اینجوری تو هر لحظه این داره میزنه. خب هر یه بارش به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ هر یه بارش که خون پمپاژ میشه تقریبا از اینجا تا رشت، از اینجا تا رشت چقدر راهه؟ تقریبا 12 ساعت راهه. از اینجا تا رشت مسافت رو خونای ما دارن با هر یه دونه پمپاژ تو بدن ما میچرخن. هر یه دونه اینا تو هر لحظه فکر کن تو بدنت یه از اینجا تا رشت داره خون میچرخه. تو هر ثانیه میلیون ها سلول دارن تو بدن ما میمیرن، میلیون جدید میاد، سلول جدید میاد. تو هر دقیقه میلیون ها سلول داره تو بدن من میمیره و زنده میشه، اما حواسم اصلا به اونا نیست. این چی؟ خب همه اینا که چی؟ خب من یه همچین بدنی دارم، چون قدرشو نمیدونم. میگیری میریم توی این، بعد میریم تو ذهنیت و کودک که در اونا خیلی کارا با هم دیگه داریم. میریم تو خودشناسیه، تمرین ها هی بیشتر میشه. بچه‌ها چیزی نیست که بگیم الان ما کاراشو انجام بدیم بعد تموم شه بره. خب ما الان یه جلسه اومدیم تموم شه. یه چیزیه که تا آخر عمرتون باید روش کار بکنید و هرچی بیشتر کار کنید بیشتر نتیجه میگیرید. خروجی این جلسه صمیمیترین رفیق زندگی خودتون میشید و کیف میکنید با وجود خودتون و کنار خودتون بودن. این از این داستان. تمرینای جلسه هم که گفتم، بازم تبریک. همین که ببینید بچه، همین که شما تو این جلسه شرکت کردید یعنی خیلی واسه خودتون ارزش و احترام قائل هستید، یعنی همین خودش قدم بزرگه. دمتون گرم، دوستتون دارم، میبینمتون. شب بخیر.